با عرض سلام، من دکتر رضا عرفانیان هستم. با یک مبحث دیگه گوش و حلق و بینی در خدمتتون هستم. مبحث این جلسمون تومورهای بدخیم سینونازال هستن. تومورهای بدخیم سینونازال معمولا دیر تشخیص میدن چون داخل هستن و خیلی چیز ظاهری معمولا اوایل نشون نمیدن. شایع تومورشون استیسی هست و شایع در واقع جایی که قرار ایجاد میشن ناحیه سینوس ماکسیلاری هست. تو همین مبحث من نازوفارنژیال کارسینوما هم خدمتتون عرض میکنم که مهمترین نکتهش اینه که در واقع تومورهایی هستن که با لنف نودهای گردنی خودشون رو نشون میدن و علامه دیگرشون گرفتگی بینی و اپیستاکسی و خلط خونی هستش. بعد از این مرور بریم سراغ اصل ماجرا. سینونازال کنسرها ممکن هستش که بیماری های خوشخیم سینوس رو تقلید کنن، مثل پولیپوزی یا آلرژی، یا مثلا یک فکر کنم فرد یه اپیستاکسی ساده ای داره، خونریزی بینی ساده ای داره، ممکن هستش بنابراین خیلی دیر تشخیص بدن. بنابراین دیر تشخیص بدن ادوانس دیزیز هستن. وقتی که ادوانس شدن کیوریتشون معمولا پایین هست و زیر 50% هستش. اکثر علت مرگ و میرشون هستش که به سمت قسمت های وایتال مثل کاروتید و مغز و اینها گسترش پیدا میکنن و باعث مرگ مغز میشن. این نکته مهم هست. شایع ترین سینوس کنسر میگیره چی هست؟ سینوس ماگزیلا هست. بزرگترین سینوسمون، سینوس ماگزیلاریمون شایع ترین جایی هستش که تومور ایجاد میشه. اتموید سینوسمون، سینوس اتمویدمون 20% و سینوس های اسفنوید و فرونتالمون بسیار کم هستن، زیر 1%. پس اگه بگن شایع ترین ماگزیلا هستش، کمترین چی هست؟ اسفنوید و فرونتال. اتمویدمون این وسط ها هستش. ببینید این نکات قرمز رنگ رو حسابی نگاه کنیم. بعضی در واقع کارسیژن ها مثل کروم، نیکل، توریوم دی اکساید و در واقع مواد کیمیکالی که برای برنز ساختن در واقع استفاده میشه، میتوانند که در واقع کارسینوماهای پارانازال برامون ایجاد بکنند. پس یادتون باشه کروم، توریوم، نیکل، تنین کمیکال در معرض گردش چوب مثلا نجاری قرار بگیرن، همراه با چی هستش؟ آدنوکارسینوم اتموید. این نکته امتحانیتون هستش که باید یادتون باشه. پس فردی میاد نجار هست، گرفتگی بینی هست، تشخیص اول بهتون گفتن چی هستش؟ این همه سوال به شما میگه که آدنوکارسینوم اتموید هستش. نکته ای که در کتاب گفته که قبلا فکر می‌کردن که مصرف سیگار خیلی نقشی توی کارسینوژنز سینوزال نداره، اما باعث ریسک افزایش جدیداً متوجه شدن که ریسک 5 برابری کارسینوم های سینوزال در کسایی که هوی اسموکینگ دارن در واقع توشون دیده میشه. گاهی وقتا بیمار در واقع کنسر صدر گردن داره، مثلا کنسر لارنکس داره، اما این در واقع مصرف سیگار باعث سکند پرایمری تومور، یعنی یک پرایمری تومور که ربطی نداره متاسس اون کنسر اولی نیست، توی داخل ناحیه سینونازالش میشه. پس که ممکن است یکی از جاهایی که سکندری پرایمری تومور ایجاد بشه در واقع ناحیه سینونازال است. فردی مثلا کنسر حنجره بر اثر سیگار کشیدن داره و ممکن هست تو این جای دیگه هم ایجاد بشه سکند پرامیتر رو. پس یه توموری هست مستقل از تومور اولیه و بعد از چند مدتی ایجاد میشه برای فرد. معمولا علائم این مالیگننسی ها بدخیما نان اسپسیفیک هست، گرفتگی بینی، خون دماغ شدن هستش که میتونه در واقع با تومورهای در واقع بیماری های خوشخیم مثل انحراف سپتوم، پولیپوزیش، آلرژی رو تقلید کنه. بنابراین ماها تأخیر ایجاد میشه و در مراحل ادوانس میادش. چیزایی که به ما میگه که آقا با یک مالیگننسی برخورده داره، اینکه کرانیال نوروپاتی داره، مثلا فلج 3 داره، 2 داره، نابینایی پیدا کرده، پروپتوز پیدا کرده، تومور از ماگزیلا زده، چشمش رو در واقع زده بیرون، یعنی انقدر تومور چیز کرده اوربیتش رو گرفته باعث شده اوربیت هول داده باشه بیرون. ناحیه در واقع درد ناحیه دندانهای ماگزیلا هست. تریسموس از عضلات مستیکیتوری رو اینوید کرده، نمیذاره خوب باز و بسته بشه. پر شدن و در واقع تورم ناحیه پلیت و آلوئولار ریچ هستش و ممکن است بزنه اصلا تومور اون در واقع تومور کراتینیزه SCC وارد دهان گسترش پیدا بکنه. علامش گرفتگی بینی، ترشح، پوری بینی، احتقان، خون دماغ شدن متعدد، اشک ریزش، مجرای اشکی ببنده، دو بینی، اینا خیلی مهمه. اگزوفثالموس یعنی در واقع چشم بزنه در واقع بیرون.
اینفرا اوربیتال نرو هایپوثیس عصب در واقع V2مون که ماکسیلاری نرومون هستش که اینفرا اوربیتال ازش منشأ میگیره بگیره و زیر گونه ناحیه گونه احساس کنه که بی‌حس شده. تورم ناحیه گونه هستش، غیر قرینگی صورت اون هستش، کاهش شنوایی هست، تومور گسترش پیدا میکنه، شیپور استاشو میبنده و اوتیت سروز ایجاد میکنه. و در واقع اگه فردی گفتن که کنسر سینو نازال داره کاهش شنوایی پیدا کرد، علت چی است؟ گسترش به نازوفارنکس، بستن شیپور استار و اوتیت سروز احتمالاً شایع‌ترین هستش. شایع‌ترین مالیگنانسیش SCC هستش توی ناحیه سینو نازال، 70 تا 80% رو میگیره. شاید تومورهای بعدیمون تومورهایی هستن مینور سالیوار گلند. ببین مینور سالیوار گلند همه جا پراکنده هستن و ممکن هست تومورال بشن، مثلا آدنوسیسی کارسینوم بکشه. 5%شون لمفوما رو تشخیص میده. تومورهای دیگه همون در واقع اسناک هست، سینو نازال آن دیفرنشیتد کارسینوما، کندروسارکوم، استوسارکوم و ملانوم بدخیم، اولفاکتور نوروبلاستوما تومورهای دیگه هستن که ایجاد میشن. اما شاید اینو چی یادتون باشه SCC هستش و در درجه بعدی مینوسالیوار گلندها هستن. نازوفارنژیال کارسینوما چی هست؟ تو نازوفارنکسمون هم ممکنه تومور ایجاد بشه، بهش میگن نازوفارنژیال کارسینوما. قاطی نکن با اون قسمت قبل که میتونه تومورهای سینو نازال گسترش کنه. پرایمری توی نازوفارنکس توی ناحیه به نام روزمولر فوسا ممکنه هست نازوفارنژیال کارسینوما ایجاد بشه. و توی افرادی که در نژاد شینی دارن در واقع بیشتر دیده میشه. تو اسوسییشن داره، این مهمه، با EBV در واقع اسوسییشن قوی داره. یادتون باشه HPV توی پاپیلوماتوس هستش ولی EBV برای و در واقع چیز دیگه هست. HPV تومورهای اوروفارنکسمون هستش اما EBV در نازوفارنکسمون هست. و EBV نازوفارنکس، HPV اوروفارنکس. این نکته خیلی خوبی که میتونم امتحان بهتون بدم. معمولا پرزنتیشنی که دارن آسیمپتوماتیک سرویکال لمفادومی، لمفنودهای بزرگ ناحیه گردن ایجاد میکنن و یونیلترال سروز اوتایتیس مدیا هست. این هم نکته که همیشه سوال میدن. نازوفارنکس رو میبنده، شیپور استاشو میبنده و اوتیت سروز ایجاد میشه. و خدمتتون عرض کنم که متفاوت هستش نازوفارنژیال کارسینوم. درمان اولیه برعکس اکثر تومورهای SCC ها هدنه که جراحی هستش، نازوفارنژیال کارسینوم رادیوتراپی هستش. چرا؟ چون جایی هست که خیلی تو هستش، جراحیش اون ناحیه نسبتاً سخت هستش. توی آسیا اندمیک هستش، گفتیم به خصوص ناحیه چین و اینها در واقع هستش. در واقع میشینه در واقع محلی هستش که روی سرویکال وادی C1 و C2 و قاعده جمجمه بازی اکسیبود و بازی اسفنوئید میشینه. و محلی که ببین خیلی مهمه، روزمولر فوسا یا فارنژیال رسش شایع ترین منبعی هستش که محلی هست که نازوفارنژیال کارسینوم هست. ببین شیپور استاشو اینجا مشاهده کردین، بعدش سالفینکو فارنژیال فولد رو میبینیم. پشتش در واقع چی هستش؟ یه فرو رفتگی هستش که با این فلش کرو سیاه رنگ مستطیل شده، بهش میگن روزمولر فوسا. این نکته امتحانی داره. ببین پشت بینی شیپور استاشو که میبینین محل نازوفارنگ، پشترش چی از روزمولر فوسا یا فرنژیال رسس وجود داره. شایع ترین پرزنتیشن نازوفارنژیال کارسینوما چی هستش؟ سرویکال لمفادنوپاتی هستش. قاطی نکنیم با مالیگنانسی های سینو نازال و نازوفارنکس عقب‌تر هستش. و شایع ترین پرزنتیشن در واقع سرویکال آدنوپاتی هستش. میتونه بلاین استید نازال دیسچارج، اپیستاکسی بده، یونیلترال سروز اوتایتیس مدیا بده، کرانیال نوروپاتی ها میده که اینا مهم هستش. کرانیال نوروپاتی های نازوفارنژیال کارسینوما اول چی هستش؟ زوج 6 رو میگیره و بعد 5 رو میگیره، دو بینی و درگیر زوج 5 هستش. و میتونه متاستاز هم بده. علامه که داره گرفتگی بینی یک طرفه، کاهش شنوایی، دو بینی و درد گردن هستش. درمان اصلی نازوفارنژیال کارسینوما چی هستش؟ رادیوتراپی هست که برعکس گفتیم بقیه سرطان‌های سرگردن که جراحی ارجه هست، رادیوتراپی درمان ارجهش هست. بریم سراغ سوالات. در مورد تومورهای حفره بینی همه موارد زیر صحیح است بجز شایع‌ترین تومور بدخیم حفره بینی اسکاموس سل کارسینوما هستش که درست هستش. اولفاکتور نوروبلاستوما اگرچه خوش قیمت ولی نیاز به رستریکسیون وسیع جراحی داره. یادتون باشه اولفاکتور نوروبلاستوما تومور بدخیم هستش. آدنوکارسینوم میتونه در حفره بینی به وجود آمده و رشد داره. گفتیم کسی که دجال هست، چوب و اینها
داستر چوب باش در نظر هست میتونه آدنوکارسینوم ناحیه اتموئید بگه. پس این هم درست هستش. تومورهای بدخیم بینی و سینوس ها کمتر از 1% کل بدخیم های بدن رو شامل میشه که خب این خیلی در واقع توی کتابمون هم در واقع نیومده، ولی خب گزینه درست اولفاکتوری نوروپلاسما تومور بدخیم هستش. در بیمار مبتلا به کارسینوم سینوس که به کام سخت مراجعه کرده حداقل تی تومور چی هستش؟ این ببینید سوالی سختی هستش و خب یادتون باشه اگه به جاهای استخوانی و اینها در واقع مهاجم کرده باشه حداقل تومورش در واقع 3 هستش. اگه یه نقطه باشه فقط مخاطب یه سینوس درگیر کرده باشه 1، اگه یه سینوس اومده باشه سینوس دیگر درگیر کرده باشه 2 هستش، و اگر در واقع ترجمه به استخوان داشته باشه در واقع پلیت هارت پلیت ترجمه کرده باشه میشه 3 هستش. اگه بره به مثلا دورا و کاروتید و اینا باشه 4 تلقی میشه. شایدترین علت مراجعه بیماران مبتلا به کارسینوم نازوفرنگ به کلینیک کدام مورد است؟ بزرگی غدد لنفاوی گردن. بیمار آقای 50 ساله با شکایت گرفتگی و ترشح یک طرفه بدبو از بیرون و تورم کانتوس مدیال چپ مراجعه کرده. کدام مورد در مورد ایشان تومور بدخیم سینوس بدخیم مطرح است؟ 5 سی تی اسکن اندوسکوپی. ببین ترشح یک طرف بدبو، تورم کانتوس یعنی پروپتوز در پیدا کرده، اینها به نفع چی هستش؟ تومور بدخیم بینی هستش. انسداد کیشته اشک داکروسیستات که گرفتگی بینی و ترشح بدبو بینی نداره، این یعنی تومور نکروز شده، باکتری روش سوار شده، بنابراین تومور بدخیم سینوس براش مطرح هستش. ممنون از توجهتون.